اگه رابطه عاطفی تموم شده و در تلاشی که دوباره زندگی تو ادامه بدی، این 9 تا حقیقت رو یادت نره. یادت باشه که قبل از شناختن اون آدم هم داشتی به خوبی زندگی میکردی، پس الان هم میتونی ادامه بدی. قبل از وجود اونم یه آدم ارزشمند بودی، پس الان هم خواهی بود. اگه دست از خیال پردازی های عاشقانه برداری، میفهمی اونقدام آدم رویایی نبود. یادت نره که تو هم دوست داشتنی هستی. اگه این داستانی که خودت ساختی و مدام به خودت تکرار میکنی و دست از سرش برداری و با واقعیت روبرو شی، اون موقع است که بالاخره به آرامش میرسی. برای فراموش کردنش نیاز به اتمام حجت کردن اون نداری. خودت هم میتونی به این نتیجه برسی. از برگشتن رابطه‌ای که بهت آسیب زده انتظار نتایج متفاوتی نداشته باش. از این فرصت برای بیشتر شناختن خودت استفاده کن تا بدونی برای شروع رابطه بعدی چی میخوای. هیچ موقع نباید به کمتر از اون چیزی که لیاقتشو داری بسنده کنی.